ترانه بخشیده می شود از نام محمد به دوست دخترش زیور. یک روز محمد نوجوان قصه کرد از عشق واقعی خود و از عشق موقتی دختری که دوستش می داشت. واقعا زمانه عجیب است. آدمان زود تغییر می یابند و زود فکرهای خود را عوض می کنند و ما هم باید یاد بگیریم که با عوض شدن آدمان ما هم عوض شویم. سال 2019 به غریبی رفتم. همین گونه یادآوری شد محمد و در آنجا برای خودم یک صفحه اجتماعی اینستاگرام گشودم و ناگه با یک دختر شناس شدم که اسمش فرشته نوشته شده بود. یک چند روز با هم حرف زدیم و با همین آهسته با او عادت کردم و از او خواهش کردم تا عکسش را برایم بفرستد. وقتی که من عکس او را دیدم برابر دوستش داشتم و حسی عجیب قلبم را فرا گرفت. شب و روز از آن عکسش چشم نمی کندم. من آنجا درک کردم که عاشق شدم با یک صدا و پیامی، با یک عکسی، با یک خاطره. با همین هر روز با هم حرف می زدیم و بالاخره تصمیم گرفتم که از احساسم برایش بگویم و او هم جوابی رد نداد و گفت من هنوز می خوانم و من هم گفتم تا تمام کردنت انتظارت می شوم. و بعد این حرف ها او نام اصلی و سالش رو برایم گفت چو در صحیفه‌اش نامش دیگر بود. من آن وقتا خوشبخت‌ترین انسان بودم و از این خوشبختی خود لذت می بردم. بالاخره او هم به من عادت کرد و ما هر دو خوشبخت بودیم. اما بعضاً از محبت زیاد رشک می کردم که این خصلتم به او پسند نبود و بنابراین گاه میانی ما نفهمی ها می شد. هر روز با دیدن عکس هایش من آرام و خوشبخت می گردیدم. از داشتن و بودنش خیلی شاد بودم. خیلی. خلاص یک روز برایم گفت محمد شاید خانوادم مرا به تو ندهند. حیران شدم و سبب پرسیدم چو راه ما که دور بود این رو بهانه کرد. بعضا فکر میکنم شاید خودش نمیخواست، اما گفتم همش خوب میشود. من بدون تو زندگی رو نمیخواهم و باز امیدم داد و امیدوارم کرد. همیشه به او میگفتم مادرم رو که به خواستگاری فرستم. وقتش که شد من خودم خبردارت میکنم میگفت و دلم رو پر میکرد. با همین یک سال دیگر از بین گذشت. بازم برایش گفتم بیا مادرم رو بفرستم. شاید خانوادت با یگان نفر دیگر تو رو بدهند. من نمیتوانم این رو تحمل کنم گفته اصرار کردم. خوشبختانه راضی شد و من که پدر نداشتم با هزار امید مادرم را با ینگم و شوهرش فرستادم. رفتند. سراغ را پیدا کردند. برایم زنگ زده گفتند مادر دختر عکست را میخواهد. خیلی شاد بودم. فکر کردم راضی شدند. فرستادم. اما یکم بعد مادرم برایم زنگ زده گفت پسرم غمگین نباش، همش خوب می شود. خانواده دختر راضیگی ندادند. یک بار دلم شکسته همه امیدهایم برباد رفتند. وقتی که به دختر گفتم چرا نگفتی که دوستش می دارم و من راضیم، گفت می ترسم.
خلاص با همین روز شادی‌هایم کم شدن گرفتند. امیدهایم برباد رفتند. ولی بازم دست نکشیدم و صحبت رو ادامه دادم. باز یک چند مدت دیگر گذشت. با همین دختر هم خواندن خود را تمام کرد. با خودم قرار گذاشتم که مادرم را دوباره بفرستم و دختر هم دلم را پر کرد که این دفعه من با مادرم حرف میزنم گفته. بازم با شادی و خرسندی مادرم را دوباره فرستادم و این دفعه هم جوابی رد گرفتند. گوشی رو گرفته خودم با مادرش حرف زدم. گفتم خاله جان، دخترتون رو دوست می‌دارم و می‌خواهم او را خوشبخت کنم. گفت فکر می‌کنیم و دختر رو دعوت کرده در حضور خانواده من روزگیش را پرسان شدند. عجب پاسخی داده است که من از او این چیز را انتظار نبودم. دختر گفته است من هنوز میخوانم و حالا شوهر کردنی نیستم. مادرم برایم زنگ زد. گفت پسرم دختر خودش راضی نیست و بازم مادرم ناامید برگشت. وقتی که با دختر حرف زدم و سبب این جوابش را پرسیدم، گفت خانواده‌ام راضی نیستند. این پاسخی بود که مرا قناعتمند کرده نمیتوانست. خلاص بعد این رفتار دختر روز تا روز عوض شدن گرفت. همین که جنجالمون میشد برایم راه رفتن رو نشان میداد. با همین میانمون نافهمی شد و با هم 10 روز حرف نزدیم. یک روز برایم پیام کرد که بی مهر چرا سراغم رو نمیگیری؟ آنقدر شاد شدم که چشمانم پر اشک شد. گفت محمد هر چی که شود من با تویم، تنهایت نمیگذارم. آن روز روزی خوشبخت‌ترین من بود. در ملک غریب با تمام هستی و قوام تلاش میکردم با امیدی که تیسر خانه‌مون رو تعمیر کنم و او رو به زنی بگیرم. او تماما تغییر یافته بود. نقشه داشتم که در بهار توی کنیم. او هم راضی بود و این دفعه برای 3 بار در قلب مادرم امید بخشیدم که دختر راضی است گفتم و با خواست خداوند در بهار توی میکنیم. زیور باشد میخواست ماهای سپتامبر یا اکتبر توی کنیم، ولی من که نه پدر و نه برادر و عمک نداشتم شرایطم تا این دم نمیرسید. شب و روز مهنت میکردم فقط به خاطر رسیدن با او. همیشه از او خواهش میکردم که مویهایش رو دراز کنند. گفته راضی بود. با همه پیشنهادم راضی بود و من باشم خوشبخت بودم. با همین از بین یک مدت گذشت. یک روز برایم پیام کرد گویا که خودش نباشد. حرفهایش تماما دیگر بودند. نویست که محمد کی توی میکنیم؟ گفتم وعده دادم که خدا خواهد در بهار حتما توی میکنیم. گفت من تا آن وقت نمیتوانم تو رو انتظار شوم. اویلمون به هر کی که روزیگی دهند من هم راضی میشوم. گفتم دوستداریت همین قدر بود؟ گفت بله. دنیا. چشمانم غرق اشک و قلبم غرق غصه ها شد. دیگر زیستن برایم معنی نکرد. دنیایم تنگ و تار گشت. یک باره کل امیدهایم برباد رفتند. فکر کردم شوخی میکند، بر میگردد، ولی صد افسوس که حقیقت داشت. دلم قرار نگرفت. یک روز با مادرش زنگ زدم. خودش برداشت. گویا مرا نمیشناخت.
ман тӯй дорам ба зиндагӣ ва тӯям дахолат накун гуфту гӯширо монд. ӯ тамоми умедҳоямро дар қалбам гуронд. модарам то ба ҳол аз ӯ мепурсад, вале намедонам чӣ гуна ба ӯ бифаҳмонам ки ӯ рафт гуфта. мегӯям хуб асту халос. ӯ мехост моҳи сентябр тӯй кунад ва ҳамин гунаам шуд. санаи 4 сентябр аросӣ дорад, вале домоди канораш буда ман не, балки дигар кас аст. зевар. имрӯз бо қалби шикаста ва ашки сарозерам ин ҳама ҳарфҳоямро бароят мегӯям. ту тамоми орзуҳоямро барбод додӣ. ту маро шикастиву ноумед кардӣ. хоҳиш мекунам, он либоси арӯсие ки бо ҳам интихобаш карда будем, ӯро ба бар накун. мӯйҳое ки мехостам дарозашон кунӣ, бибор, ба хоҳиши дилат бибор. бе ин ҳам дигар орзуе надорам. ба ватан баргаштан намехоҳам. ҳатто нафас кашидан бароям тангу душвор гаштааст. орзу ва дуо мекунам ки хушбахт бошӣ. фарзандони солиму солиҳаро ба дунё биёрӣ. ва агар рафту хушбахт нашудӣ, бидон ки дари ин дилам бароят ҳамеша боз аст. ва омодаам ки хушбахтат кунам ба ҳар қимате ки набошад. ман ҳамеша ва ҳама ҷо туро пазмон мешавам ва ёде аз ту хоҳам кард. бо эҳтиром, муҳаммад.